سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با غذاهای 4 محال و بختیاری صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. آش انار، موادش: برنج نیم دونه انار، پیاز، سبزی معطر، تره کوهی، گشنیز، جعفری، ترخون، نعنا، پر زردآلو، گردو، لپه پخته شده، نمک، فلفل، زردچوبه، گلپر، آب انار و رب اناره. آبریز، موادش: گوشت خرد کرده، پیاز، زردچوبه، آب، دانه انار و دانه های ناردونه. اوترشی، موادش از مغز گردو، مغز بادام، پر زردآلو، انار خشک شده، ناردو همون انار خشک شده، آب، آرد سبوسدار، بادام پوستکنده، خرما، پیاز، زردچوبه، نعنا و شیره انگوره. کاچی شیر از آرد گندم و شیر محلی تهیه میشه. گردو پلو، موادش: برنج گردو خرد شده، گوشت چرخ کرده، پیاز، رب انار، نمک، فلفل، ادویه و روغنه. کشک و کدو، موادش: برنج دونه، لپه، گوشت با استخوان، کشک، گردو، پیاز، کدو تنبل، نعنا خشک، ادویه، جوز هندی، دارچین، زنجبیل و نمکه. کباب بختیاری، موادش: فیله گوسفند، سینه مرغ، فلفل دلمه‌ای، پیاز، روغن زیتون، پودر زیر و زعفرونه. پول بریان، موادش: گوشت، برنج، نخود، عدس و زیر است. شوربای قیمه‌ریزه، موادش از گوشت، گشنیز، جعفری، برنج و سبزیه. گوشت گندم، موادش: گوشت لوبیا سفید، گندم، نخود، پیاز، سیب زمینی، رب، نمک و فلفله. ماست میش و شکر. میش گوسفند ماده، ماست را در کاسه ریخته و شکر را روش میریزن. به جای شکر از شیر انگور استفاده میکنن. دکو، موادش: برنج، گوشت، زیره و نمک. اوماج، آرد، سبزی کوهی به نام بوسور، لالیزک، کیلو آبدار، آرد، پیاز و فلفل. اشکنه، موادش از شرکه، شیره، روغن، پیاز حلقه‌ای، آرد، برگه های زردآلو، آلوچه و هلوه. عدسی، موادش از عدس، آویسن، سیر، فلفل، روغن و گوشت چرخ کرده هم اختیاریه. خوراک قارچ، از قارچ‌هایی است که در کوهستان میروید. کباب یا با روغن سرخ کرده. گندی، از عدس، روغن و ادویه درست میشه. آبدیش، موادش: خرد شده، روغن، گیاهان کوهی نظیر آویشن و سیره و تره درشت میشه. جگر روی آتش کباب میشه. سپس خرد شد، خلال چربی های گوسفند ریخته دوباره کباب میشه. نان بلوط را در آب شیرین میذارن تلخش از بین بره. بعدش خشکش میکنن، در خرد کرده 7 روز در آب شیرین میذارن تا شیرین بشه. میکوبن تا آرد شه و خمیر کرده و نان پخته میشه. تو چیری، خمیر شل آبکیه، مقدار آرد را داخل ظرف ریخته، با آب اضافه میکنید تا خمیر به دست بیاد. از روی تابه که زیر آن آتشه پهن میکنن تا خوب برشته بشه. پس مقدار تره کوهی تر یا خوش در روغن ریخته، بعد نان برشته شده را به آن اضافه میکنن و قند الک شده را به آن اضافه کرد. نان تیری مثل نون نواش نازکه و چوبی به نام تیر یا ترکه برای نازک کردن آن درست میشه. نان گرده، خمیر نان را روی آتش میپزن، زیر خاکستر آتش میذارن تا خوب پخته بشه. بعد کمی روغن ریخته و میخورن. نان چپه، بودالی را حفره کرده و 3 سنگ صاف کنار هم قرار میده که آن را کچک میگن. تابه را روی آن قرار داده، خمیر آماده شده را با تیر چوبی صقلی پهن میکنن. روی تابه میذارن تا رشته شود. نانهای پخته شده را به شکل مثلث روی هم تا میکنن. نان یوخا، موادش از شیره انگور، گردو، بادام روغنی، روغن حیوانی درشت میشه. نون کاکائو، موادش از شیر، آرد، گردو، کشمش، بادام، زرده تخم مرغ، گلرنگ، زعفران و زیره است. آش دوغ، موادش از سبزی آش، برنج، دوغ، آرد و پیاز داغه. کله جوش، موادش از کشک سایده شده، پیاز، نعنادا، گردو و کشمشه. آش شنگ و موچه، موادش شنگ، موچه، قاقلاق و سیر صحراییه. آگردگ، یک نوع شیرینی مانند فطیره. موادش: تخم مرغ، شیر، شکر، روغن، مواد معطر شیرینیه. دوستان مرسی که همراهم بودید. لایک و فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.